چی خیل؟ اوستای زرگر تازه‌اش کرد. گویا نو خریده باشم. مادر شما این را از چشم خودتان هم پنهان میکردید. حتی به فریده هم ندادید. فریده دست پانا را چی میداند؟ برای او گوشوار خریدم. آن را گم کرد. مگر افسون همین خیل است؟ افسون قدر همه چیز را میداند. تو را بالای سر برداشته است. بالای سر. پدر، اکم مادرم را از بیمارخانه میبرآورده است. این بچه چی کار میکند؟ شرف ایست. آروم شو. کمی صبر کن. همراه رفته با او از نزدیک صحبت میکنیم. میلش؟ غرورش زیاد شده است. چطور مادرش را نگاه و بین میکند؟ زود رفته با او گپ زن. باز ما را در نزد همه شرمنده نکند. او بسیار از خود رفته است. حاضر رفته دست و پایش را میشکند. بعد میفهمد که به پدر چی زید میبرایم. شرف صبر کن. با یک طور موی یاسین ضرر نرسان وگرنه تو رو اصلا نمیبخشم. من هم با تو میروم. افسون لازم نیست. گفتم که شرف، من هم میروم. من در ماشین انتظار میشم. من هم میروم. هیچ از این بلای بد خلاص نشدیم. یک پسرم ماند. او حیاتی پسرم رو هم بیرون کردن میخواهد. مرگ به تو. انا روزی مبارک هم فرا رسید. کنی دستت رو گیر. من میترسم. تو چرا این کارو با من روا دیدی؟ اکنون من چی طور با آینه نگاه میکنم؟ از این پیشتر با آینه نگاه کرده میتوانستی؟ با شرافتی من اکنون به کوچه برآمده میتوانی. باز چی میخوای؟ خیر شد. اکنون من کی میشوم؟ پینار یا افسونه؟ هر وقتی خواهی پینار میشوی، هرگاهی خواهی افسون. مگر از این بهتر چیزی بوده میتواند؟ خیر ملش زودتر. چی؟ ها؟ چرا این طور نگاه میکنید؟ خیلی بد است. آینه نیست؟ آینه دهید؟ مرحمت هست؟ زودتر دهید. من کیم؟ از سری رو هم دور شوید. او مادری من است. به کجای خواهم میبرم؟ جناب، ما این بیمار رو به اجازت آقای شرف جواب داده نمیتوانیم. آقای شرف به خانم فریده هیچ کس نمیشوند. برای همین من مادرم رو گرفته میروم. میروی اما خودت تنها میروی. ایستا من خودم رو میکنم. با شما چی؟ مرا شرمنده نکن پسرم. کی باز شما از اویله‌تان شرم داشتگی شدید؟ بخشش. آخر شما اویله نو دارید همین طور نه؟ فریده همیشه همسری من میماند. فهمیدی؟ سرده. من او را خودم صاحبی میکنم. چون که او کسی ندارد. برای همین جدا شدید. مرد حقیقی می آید، میگیرد و میرود. یاسین، او را به حالش گذار. به هیچ کجا نمیرود. من شما را یاسین، سرده تو چیکار میکنی؟ مادر جان. تو چی کار کردی ها؟ کاری کردت با تو معقول شد. شما چه خیلی انسان هستید ها؟ شما چه خیلی انسان هستید؟ بس. مادر جان. شکر بیتی مادرم همینجاست. بیایید مادر جان. فریده یاسین سرده. فریده تو خوب هستی؟ کنشین با اینجا شید. یاسین جان. ایست شرف. به این هم فریده سخت ترسید. اکه مادرم را نبر وگر نصیحت نمیشود. هیچ کس نصیحت شدنی مادرم را نمیخواد. نه مگر نمیفهمی؟
лабай ҷаноби қаҳрамон. бале, модарамро гирифтам. ҳозир аз беморхона баромадем. кор аст гуфтед? фаҳмо. майлаш ҷаноб. албатта меоям. модарамро ба хона мебараму зуд ба наздатон меоям. майлаш ҷаноб. ای بچه سردارت در کجاست؟ رفتن. چقدر برآمد؟ ما رو احمق گمان کردی. 2 ماه باز ما رو فریب کرده میگردد. زود رفته او را جزان. به خدا نمیدونم اکا. جوان را به حال خودش گذار. گپ داشته باشه به من گوی. با این نگرد هم پول را نمیدهد هم زبان درازی میکند. حاضر سرد را از تنت جدا میکنم. با من آدم بر این گپ زن. با نادم همین خیل گپ میزنم. ابله حاضر من به تو نشان میدهم. اصلی دارم شوید. تو چی میخوایی؟ یا اینکه با او شریک هستی؟ نه که آخر او نمیدهم نگفته است کو. حتی چیزی نپرسیدیم. پول تیار است نه؟ تیار است ابله؟ تیار. آفرین. آفرین. خوب فایزش در کجاست؟ همش همین. پول را گرفت اکنون دفع شب. خوب این طور باشد مینت داری بیان کردن لازم. ابله انا با تو گوش کن ابله. دفعه آینده پول را در وقتش آماده میکنی. اگر نکنی از خودت گله کن. با تو فهمو؟ شد فهمیدم. این کار شوخی ندارد. اکا خوب است. شد خوبم. خواطر نشو. دیگر نمی آید. ندیدی مگر چخل گریخته رفتند. دیدم. کنی زود از پسی کارت شو. میزار رو تازه کن. افسون در نزد تو خیلی شرمنده‌ام. در عرفه توی تعبمان رو خیره کردم. اما خدا دیده ایستاده که من گناهی ندارم. همش درست می شود. ما هم دیگران رو درست نفهمیم. چطور؟ این چی معنا دارد؟ آن حسیاتی که نسبت من داری صمیمی است. چرا چون این فکر میکنی؟ خیر، باز روشن‌تر کرده پرسم. اگر امروز فریده صحت شود تو با من خانه‌دار میشوی؟ این چه سوال است؟ جواب ده شرف. خانه‌دار میشوی؟ چی میخوایی؟ ببخشید جناب سعید آمدن. سعید؟ انتظار نبودید؟ همینطور نه؟ اینجا چی کار میکنی؟ به فکرم این جناب داماد. اگر خطا نکنم نام شما شرف. معلوم، چون که نامتان زود در روزنامه ها پیدا میشه. سلام، من سعید، یگانه پسر اوگای خانم افسون. ممنونم. نفهمیدم مادر جون، یا اینکه درباره من نقل نکردید؟ سعید، تو به درون درو، من حاضر میویم. خیر خوش نمیکنم آقای شرف. به این هم تا توی همین جایی. شرف از اون نرنج.
من دیرتر به تو همش رو میفهمونم. مایلش؟ مایلش جانم. زیغ نشدید مادر جان؟ بینید به شما چی آوردم. شما گوشت مرغ رو دوست می‌دارید؟ میگذرد. همش میگذرد. از این بیمارخانه صحت و سلامت میبرید. یک جای حیاتی نو رو آغاز میکنیم. تنها کمی وقت لازم است. من طاقت کردن رو از شما آموختم. التماس کمی طاقت کنید. به خاطر من صحت شوید. میدونید امروز کی رو دیدم؟ اکی کمال رو. او مرا نشناخت. من هم چیزی نگفتم. چطور که بودنم رو میگفتم. حالا که از خودم شرم میداشتم. اما مجبورم. شما به من باوری دارید مادر جان؟ به من باور میکنید ها؟ از من نرنجید مادر جان. التماس از من نرنجید. همش برای هر دویمان است. دیگر چاره ندارم. چرا از این خانه روم؟ مگر شما شرم نمیدارید که منی یتیمی بیچاره را از در پیش میکنید؟ تو بیچاره ای؟ در بهترین مکتب ها خوندی. هر ماه به حسابت پولی کلان میگذرونم. تنها به خاطر حرمت پدرت سعید. وگرنه تو در نزد من هیچ قدری نداری و به چیزی سزاوار هم نیستی. اپای افزون، شما رو ناراحت کردم، ببخشید. وای، پدرم در کجاین؟ در باغچه است جانم. تو رو، من دیرتر میویم. مایلش. او این خانه به حرکت در اومده است. جان در آورده است. به من گوش کن. دهانت رو نگاه دار. امینه دختر خواندی من است. باز بهتر. اکا و خواهر همراه زندگی میکنیم. پدر، از مادرم یکم خبر هست؟ چه خیل خبر دخترم؟ مادرم رو به کجا برده باشد؟ یاسین او رو چه خیل نگاه میکند؟ به این هم اگر نگاه بین کرده نتواند، باز به بیمارخانه برده میماند. یاسین مثل پیشتر نیست مادر. مگر احوالش را ندیدید؟ هیچ گاه به آنجا نمیبرد. اگر خواهد برد، نخواهد نبرد. تو وظیفت را اجرا کردی. گل بر این چند وقت نگاه بینش کردی. اکنون مادر و پسر خودشان شینند. با قدری تو بد میرسند. پدر، من میگویم که توی رو کمی دیرتر گذرونیم. یعنی که تو آروم شدن یکم. شما با این چی میگویید؟ نمیدونم. نمیدونست است. برای چی توی را به تأخیر گذاره؟ برای چی؟ پگاه توی میشود تمام. هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. احوالی مرا بین. گویا یگم بگونه رو تماشا میکنم. این طور باشد شما رو شناس میکنم.
این چیست؟ معلومات درباره خانم افسون، امضایش، حساب‌های بانکیش، حتی لباس عروسی و آرایش مویش هم نوشته شده. خب لیکن دخترت هستم گفته خانم آسیا رو با یک عذاب فریب دادم. این باز مشکل تر است. مبادا نفهمند. تنها شرف باور کند کفایه، دیگران اهمیت ندارند. چی یعنی؟ من از این پس تمام عمر با شرف زندگی میکنم؟ چرا با دشمنی جانی هم اویله دار شوم؟ پینار، بعد از 2 روز جدا میشوید و همش تمام میشود. درون ثروت غرق میشوی. پلیس به تو کاری ندارد. دیگر کسی تو رو جستجو نمیکند. با یک تیر 2 فاختک میزنی. باز چی میخواهی؟ شرف باز به حیات فقیرانه بر میگردد. تو باشی صاحبی ثروتی زیاد میشوی. از دولت شال کرمک هم آب میخورد. مادر جان، همش خوب می شود. التماس مادر جان، برای ما کمی غیرت کنید. مادرم به شما امانت. از نتیجه طبابت به من خبر دهید. البته شما خاطر نشوید. اگر یگان عکس و یا نواری ویدیویی که به مادرتون تعلق دارد داشته باشید، آنها را به ما بیارید. به ما کمک میکنند. فکر نمی کنم که چیزی یابم. ولی مالش من کوشش میکنم. شما خاطر نشوید. من باوری دارم که مادرتون البته صحت می شود. انشالله. دعا کن مادرت شفا می‌یابد. من دیگر به یگان خیل دعاها باوری ندارم جناب قهرمان. یاسین، من به وعده‌ام وفا میکنم. مادرت را تبابت میکنم. اکنون باید در خصوص کار هم صحبت کنیم. از یگان کس قرض گرفتن لازم. این کارهای خرد بودن. برای کمی عادت کردن است. اکنون درباره کار اصلی گپ میزنیم. خاطر نشو. صبر کن، همش رو میفهمی. اول در یگان جای خوب شکممان را سیر کنیم. اوه، سلام شیر بچه. در کجا میگردی؟ اکا خیلی که میدونید احوالم وزنین است. مادری اوگویم به شوهر میبروید. از او گرفته نمیتوانم. اکا همون قرضی ما رو شما پرداخت کنید چی؟ من بعد به شما برمیگردونم. خوب شده است اکا. تشکر. امروز وا میخوریم. من به مهمان خانه میایم. شما مردی حقیقی. معلش اکا. تا بازدید. وای، مادرتون بر اومدند. اپای افسون رو میگویم. هرچی میخواید گفتن گیرید. از زبانی شما همه چیز خوب میبره. مرا ببخشید، چون این دختری زیبا رو دیده مادرم همراهی پدر شما بر اومدند. مرا انتظار نشدند. ببخشید، خانم افسون زنگ زدند. در میمونخانه شما رو انتظارند. باید مویهایتون رو آرا دهید. راننده رو آگاه کنند. نه خانم، امینه رو من میبرم. وای، زحمت نکشید. هیچ گپ نی، مرا راننده میبرد. آخر من نزدیکترم، در روبرویتون ایستادم. شما رو میبرم. مرحمت. از همین خیل پدر چونین پسر توبه کردم. اگر مرا نادرست نفهمی یک چیز پرسیدن میخواهم دخترم. همون پسری
او گوید سعید او همراهی ما میموند؟ یعنی در همین خانه؟ شوهر خدا رحمتی هم انسانی خوب بودن. اگر خاطری او نمی بود برای سعید نگاه هم نمی کردم. برای همین به قدر امکان به او کمک میکنم. به خدا اگر یگان کسی دیگر می بود پیش میکرد. اصلا من این رو برای خودم رو تعریف کردن نمیگویم. میدونم دخترم. یعنی سعید تماما فرق میکند. به مهر، به احترام، خودپرست. آدمان اطرافش هم خطرناکند. حتی بعضا میترسم. برای همین به قدر امکان او رو از خود دور میکنم، خصوصا وقتی که امینه در خانه باشد. کاری خوب میکنی دخترم. مادامی که چنین است باید دور باشد. یعنی ما رو ناراحت نکند میگویم. Öyle yanılttın ki beni, İlk defa geliyor başıma. Ben sevda şarkısı beklerken Bismillah. Bir veda çıktı karşıma. Senin adın ayrılık, böyle yazılmış alnıma. Benim adım yalnızlık, eski buruk bir şarkıda. Geri döner mi bilmem mazideki sevgi, şimdi dinler mi bilmem vicdanının sesini. Geri döner mi bilmem mazideki sevgili, Telefon adresi. şimdi dinler mi bilmem vicdanının sesini. Şimdi dinler mi bilmem vicdanının sesini. وقتی نگاه کرده جوانی خودم را به خاطر میارم. چشمانت میدرخشند، شیر بچه زمان، عقلت کار میکنه، در حیات مقصد خود را داری. اگر به گپ من گوش داده آدم بر این کار کنی خیلی بالا میروی. جواب ده. لابای چی میخواهید پدر؟ مادرت را پرسیدم. او برای شما دیگر وجود ندارد. دیگر با من زنگ نزنید. پدرت بود. من پدر ندارم. زیغ نشو، خوراکت را خور. کنی گیر. Gönlüm efkarlı bugün, güllerim hüzün kokuyor. Aşkımın hazanı kışı gelmiş, sevdam yaprak döküyor. دخترم چند ساعت است که دقت میدهم اون چهره زیبای تو هیچ تبسم نمی کند. شاید از هیجان باشد. نه من فهمیدم. این مسئله فریده ما رو دیوانه می کند. گوش کن، من به جای مادرت هستم. همش رو به تو نقل می کنم، همش رو دخترم. شرف فریده رو هیچگاه دوست نمی داشت. ما را مجبور خانه دار کردیم. آخر دختری خوب است گفته کلین کردیم. اما بعد چی شد نمیدانی. چی کارهایی که نکرد و ستاره های اینها هیچ موافق نآمدند. یک دیگرشان رو نمیفهمیدند.
بعد از تولد کودکان دیگر زندگیشان مجبوری بود. با تو یک چیز رو گویم، اینها چند سال باز از هم جدایند. جدایند؟ بله، یک تایش در آشیانه یکم، دیگرش در آشیانه دویم. فریده خیلی یک رو است، هر چی رو بهانه کرده جنجال میکنه. تو دیگری دخترم، خدا را شکر. من پسرم رو خیلی خوب میدونم، مگر مادر فرزندش را نمیدونم. پسرم در تو بختش را یافته است، چهرهش بعد از چند سال میخندد. باور میکنی میخندد. دیشب گریه کرد. چرا؟ من به افسون چطور زندگی میکنم، من به اون نمیتوانم گفت. براستی؟ ها. دخترم، برای همین قدر یکدیگر رو بدونید. شما یکدیگر رو دوست میدارید. خداوند این رو به هر کس نصیب نمیگرداند. کدام دانشگاه رو ختم کردی؟ دانشگاهی حیات رو. تو حالا مکتب خونی؟ بله، حالا مکتب خونم. با دانشکده صنعت داخل شدنیم. خدا، اکتریسه میشوی؟ من در ساحه کینو شناسهای زیادی دارم. کینو نه، با تئاتر. با فکر من جای این چهره زیبا کینو است. مگر حاجت به محروم ساختن آدمان از این چهره زیبا هست؟ بگذار همه این زیباگی رو ببینند. همه مخلصی تو میشوند. همه تو رو شناسند. تو چند روز در اینجا میمونی؟ تا توی همین جایم، اما رفتن نمیخواهم. میخواهم حیاتم رو تغییر بدهم. با فکر تو میشود؟ نمیدانم، یعنی من از کجا میدانم؟ اگر خواهی میشود. تو راست میگویی، اگر خواهم میشود. همین جست. ها، میلش. هم با بالا میبروی؟ نه، من در اینجا قهوه می نوشم. تو نمی نوشی؟ نه تشکر، با من دیر می شود. میلش، تو بازدید. امینه، خوبش جمع کن. چی رو؟ مویت رو. با تو می زیبا. اینها همشون ساده هم. لیفت را دارید؟ تشکر میکنم. آشیانه چندم؟ 15ام. تصادف را بین من. تشکر. با شما هم. پینار؟ پینار؟ پینار با کجا رفته باشه؟ چی میگویی؟ در کجایی؟ در کاشانه حسن بودم، نه به مهمان خانه رسیدم. در نزد لیفت امینه را دیدم. با دقت باش. میلش فهمیدم. وقتی اومدن راه بند نبود امینه؟ راهی نزدی ساحل بند بود، برای همین سعید از دیگر طرف اومد. سعید گفتی؟ او تو رو آورد؟ ها؟ چی شده با افسون؟ نه هیچ چیز نه. حاضر سعید در کجاست؟ در پایان قهوه می نوشم گفت. میلش امینه جان، من حاضر میویم. از من رنجید؟ از تو نرنجیده است، بلکه از آن ابله. چرا این طور میگویی؟ این زن خودش گفت او ابله بوده است. دیگر به ماشینش سوار نشم. باز یگان بلا رو به سرمو نواری. مادر جانم، خانم افسون. اینش باز کیست؟
шумо чӣ тавр либосатонро иваз намудида? ба ман гӯш кун. масхарабозиро бас кун. аминаро ба ҳолаш гузор. ӯ аз он духтарое нест ки ба доми ту афтад. як бори дигар туро бо ӯ бубинам, аз худат гила кун. фаҳмо? кани рафта бубинам. مویتون چی طور آرایش دهم؟ خواهش میکنم مویم رو جمع کنید. خوب شده است. افسون تو در اینجا چی کار میکنی دخترم؟ چه حال داری؟ فشارت پس شده است. بیا کمی استراحت کن. بیا رفتیم. خانم افسون ببخشید 1 دقیقه وقتتان را میگیرم. درباره مراسم یک چیز را پرسیدنی ام. با اجازت شما. ببخشید. جنجال کرده باشد. ما میزها را در اطراف 7 جای دادیم، اما شمال است، می جنبند. شاید پای میزها را به زمین محکم کنیم که آنها نافتند. کرسی ها را هم باید عوض کنیم. برای همین خواستم با شما مصلحت کنم. کنی اینجا گذر کنار. رنگ رویش سفید شده است. چی شده باشد؟ دخترم چی گپ بوده است؟ هیچ چیز. خوب هستی؟ بله خوبم. تو خوبی؟ تو لباسی دیگر داشتی؟ به فکرم به نظرم کبود بود. نه خیر میلش این رامونو زود لباس عروسیت را پوش دخترم. وقت کم است. شرف زنگ زد. در پایان انتظار است. زودتر دخترم زودتر. خیلی زیبا شده ای. با قدر شمونی؟ افسون رو یک خبر گیرم. تا بازدید؟ با اشتیای تو. تشکر. چرا به اینجا آمدیم جناب؟ برای تو شیر بچه، تو رو با یک آدم مهم شناس میکنم. از همین روز سرکرده کار نو را آغاز میکنی. دیگر من تو را برای جمع کردن پول هیچگاه نمیفرستم. وای اکای قهرمان. دمت رو گیر. اگر لازم نشویم هیچگاه زنگ نمیزنی. اینطور نگوید اکا. مرحمت شنید. چی می مادری اوگای هم زیافت میکند. تو هیچگاه آدم نمیشوی. شناس شوید. این جوان زیبا سعید، اینش باشد یاسین. سلام. مگیر. اکا شما بهترینید. از من چی میخواهید؟ گپ زنید. خواهش مرا خودت میدانی پسرم. خیلی مکار هستم این خیل نه؟ تو با کجا نگاه میکنی؟ جناب یک لحظه حاضر میآیم. اکا چی کار است؟ شاگردی نو میدهم. تمام کارهایمان را به او میآموزانی. من باشم قرضهای تو را خط میزنم. خوب شد است اکا. فرمانتان اجرا میشود. شد بسیار گم نزن. زود یک چای فرما. خوش آمدید. خوش باشید. اکا تو در اینجا چی کار داری؟ من وای چی؟ تو چی؟ امروز اپایفزون و پدرم آیله دار می شوند. اکا خرچ خیل شدم؟ وای خیلی خوب. حتی مادرش تو را نمیشناسد. خب لیکن شرف و مادرش از حجره نمیبرایم. افسون را تنها نمیگذارند. این مسئله به ذمه من. با یگان بهانه همه را از حجرهش میبرارم. وقتی که به تو زنگ زدم زود به پایان میفرایی. من آن وقت مسئله افسون را حل میکنم. خب میلش. چه خیلی شده؟ خیلی زیبا.
خدا تو رو از چشم بد نگه دارد. کنی کنی دستت رو دراز کن. این خیلی گرانبها است. همین در روزهای خوب بباش. از مادرم مانده است. تشکر. تو از این بهترش را سزاواری. شما چه خیلی انسانی درویی هستید؟ چند لحظه پیش زنگ زدم مادرم را نپرسیدید؟ خواطر شدم. آخر مرا بفهم. من چه خیلی بی‌عقلم. فکر کردم که مادرم رو یاد کردید، پشیمان شدید. تلفن رو خاموش نکنم گفتم. صد حیفی شما. چی گپ است؟ دخترم بیا ما برای پدر و پسر تنها صحبت کنند. گوش کنید. معلوم شد که ذره وجدانی پدرم نمانده است. اگر شما کمی وجدان داشته باشید دانید که مادرم صحت میشوند. چی؟ دخترم او از علم هر چیز گفتن میگیرد. اهمیت نده. بیا رفتیم دخترم. این کپ را از کجا برآوردی؟ همه در پایان انتظارن. چیکار میکنیم؟ مادرم رو در بیمارخانه مخصوص خواباندم. اکنون صحت میشوند. چی طور؟ با کدام پول؟ با کدام پول کاری شما نباشد. مادرم صحت میشوند. دروغ میگویی. برای خانه‌دار نشدنی من دروغ میگویی. من برای اون میگویم که فردا پشیمان نشوید. وقتی که مادرم از این در میدرآیند برایشان نگاه کرده توانید. پس است. در شو. سخت پشیمان میشوید پدر. جزای این عملتان را حتما میبینید. یاسین چی گپ شد؟ آنها جنجال میکنند. میخواهی توی برگزار نشود؟ یعنی چی خیلی من بهوده عذاب کشیده رویم رو دیگر کردم ها؟ اکم راست میگوید. مادرم صحت میشوند. دخترم او دروغ میگوید. بیا جانم. با حجره درآ کمی آرام شو. میشرف مرا به حالم گذار. دخترم آخر مهمان ها در پایان انتظارند. خودت رو به دست بگیر. رفتیم دخترم. خانم نباهد التماس احوالم خوب نیست. مرا ناراحت نکنید. افسون دخترم با کجا؟ پینار گوش کن. افسون پایان فرامد. من از پسش میروم تا زنگ نزنم نبرو. چرا ایستاده زود از پسش رو؟ مگر وقتی ایستادن است؟ مادر بس کنید. مانه نفسم رو راست کنم. حالی او خوب نیست. پدر جان نشنیدید؟ مادرم صحت میشود. اگر راست باشد چی؟ اگر صحت شود چی؟ دخترم نمیدونم. هیچ چیز رو نمیدونم. اکای خواهر سری پسری مرا گران کردید. به من تاکسی جیغ زنید. خوب شده از خانم. افسون رو ندیدی؟ نه ندیدم. برای چی؟ اکا این یاسین کجا شد؟ آخر حاضر نکاح سر می شود. من از کجا دانم؟
به کجا می روید خانم؟ هیچ چیز نپرس. زودتر رو. خوب شده است. خانم افسون، می توانید برایید. خوش پیر شوید. کی تاکسی درخواست کرد؟ چند دقیقه پیش وقتی که خواستم با او خبر دیم دیدم که الکی رفته است. مسئول نیکو هم آمد. شرمنده شدیم. مادر خاموش باشید. شاید به خانه رفته است. به فکرم همینش بهتر است. من رفته او را میارم. شما میمون ها رو به گپ گیرید. افسون؟ افسون تو ما رو سخت ترسوندی. خدا رو شکر. فکر کردم که رفتی. نه، چه خیلی تو رو پرتفته روم. بیا رفتیم. مهمان ها رو انتظار نکنیم. رفتیم. افسون، دیروز یک سوال داده بودی. میخواهی جوابش رو بگیری؟ اگر فریده امروز حتی اگر خودی حاضر بیاید من باز با تو آیله دار میشم. رفتیم. حاضر، من از رقم 5 به قفا حساب میکنم. وقتی که رقم 1 رو گرفتم شما رو خواب فرا میگیرد و با شنیدن انا این صدا بیدار میشوید. 5 4 3 2 1. شما افسون بازکایا بنت عمر شرف افگل را چون شوهر قبول میکنید؟ روزی توی را به یاد دارید. عروس یعنی مادرتون با لباس سبسفید، پدرتون در برش، فرزندانتون هم همون جایند. خوشبخت باشید. مرحمت. تشکر. مبارک شود. تشکر. دخترم کمک کن. آه پدر، با تعریفتون میارزیده. زیباست همین طور نه؟ بین در پسش چی نوشته شده است؟ وقت این عمر است. خیلی زیبا. زودتر. کمی آویزان. زودتر. شما خرسندید. خرسندم. چی رو میبینید؟ هم در همونجاست. پینور است. شما شرف ابن خیریدین افسون بازکایا را به همسری قبول میکنید؟ فرزندانم را نجاتیم.
نمیگوید جوی بمب را نمیگوید من او را با دل و جان قبول میکنم. شما را از این لحظه زن و شوهر قانونی اعلان میکنم. مبارک شود. خانم دکتر فریده در اتاقش نیست. در رو کی کشاده موند؟ من حاضر به کار اومدم. از هیچ چیز خبر ندارم. مادرم با مادرم یگان گپ شد. خواطر نشوید، چیزی نشده است. از بیمارخانه نمیبراید. حاضر میابیم. شما چی ها میگویید؟ مادرم گم شدند. شما در کجا بودید؟ مادری بیمارم به کجا رفتند؟ خواهش میکنم آروم شوید. بگویید چطور آرام شوم؟ مادرم را به شما امانت گذاشته بودم. بی‌مسئولیت ها. زود به پاسبان ها خبر ده. تمام آشیانه ها را کوبند. مادر جان، در اینجا چی کار میکنید؟ چرا به اینجا آمدید؟ پدرم را میجویید. شما پدرم را میجویید. او را چی خواهی یافتی؟ او ما را یافت. با ما چی کار کردید پدر؟ با مادرم چی کار کردید؟ با من چیکار کردی؟ مرا جادو نمودی؟ مثل نومد افسون کردی. افسون.
سرت رو نبردار دختر. شما چی میگویید؟ چی گفتنم را تو نقض میدانی. خانم زیبا همراهی من رقص نمی‌کنید؟ بیسرم او رقص کردن نمیتواند. رو با دیگر کس برقص. هیچ گپ نی. من میآموزانم. امینه фақат ҳаминҳоро ёфта тавонистам. хайрият ки иҷоранишини нав ин аксҳоро напартофта дар таххона нигоҳ доштааст. тӯи шумо бо шараф. дар хотир доред? تشکری زیاد. چرا؟ برای مرا گوش کردنت. مویهایت خیلی زیبا شدند. با هم عکس میگیریم؟ میخواهی؟ شما رو ممکن یک دقیقه؟ چی کار میکنی؟ чаро посух намедиҳанд? дар ҳол намешавад. каме сабр бояд кард. ин чӣ маъно дорад? падаратонро ба ёд оварда истодааст. боз дар вақте ки ӯ хонадор мешавад. хуш. корд намебурад ҷаноб? намебурад.
ҳайкал бар ин шах шуда монде. Кани рав писара. ای خدا. اطاعت خانم. چی طوره که شما باز شرم نمیدار. بیبی جان ما رو شرمنده میکنی. تو حالا شرمندگی رو ندیده ای دختره. وقتی که من مویهایت رو یک تا کنده پرتوختم آن وقت شرمنده میشوی. پسرم همین رو گرفته از اینجا بر. این رو هم گیر. مبارک شد. تشکر مبارک شد. تشکر. افسان خانم ابلهی نابکار در کدام قبر باشد؟ یا اگر تو را یابم پوست میکنم. یاری دیهید من رو از اینجا برارید. لطفاً در را گشایید خواهش میکنم. خواهش میکنم من رو از اینجا برارید. دمت را گیر. به این هم عصبانیم. پیش از دکتر من تو را جراحی میکنم. ببخشید که دست خالی آمدم، لیکن من هدیه شما را داده بودم. همینطور نه خانم افسان؟ این مرد کیست دستان؟ این چی کار است؟ چرا با ما شناس نکردی؟ من هم او رو نمیشناسم. نمیشناخته است. من هم تو را نمیشناختم. حتی مادرت هم تو را بیند نمیشناسد. لطفاً از اینجا برایید. شراب بیاره. بیایید جناب. خیلی که میبینی اون مست است. افسان خانم با مهمانی ما هم بیایید. فراموش نکنید ما را. خیر. این گونه آدم رو کی به درون راه میدهد؟ چی گفتنش رو نمیداند ابلهی بی عقل. تو چرا با من نگاه میکنی؟ برای اون که باری اول از دهانی تو چنین حرفا رو میشنوم. مرا ببخش جانکم، در حقیقت عصبانی شدم. ممکن است دستم رو شویم؟ با من یک تلفن دهید. دکتر؟ دکتر ها، دکتر آزادانه به توی خانه می آید. تو باشی حالا هم در جایت نشسته ای. به توی آمد؟ بله، به توی آمده در نزد همه مرا تهدید نمود. اگر او را از توی خانه نمی برآوردن همه چیز را می گفت. زود او را یافته دستگیر کن. میلش می آیم. خوب، افسون در کجاست؟ در یک حجره او را محکم نمودم. گویا دکتر را انتظار باشم. خیلی خوب، هیچ نباشد از او با خبر باش. گوش کن، باری آخر به تو میگویم. این آدم به سرمان یگان بلا را میآورد. به من نرس. چیکار میکنی؟ تو رو الله گفته میخوابانم. باز چی میکردم؟ براحت میخوابی. وای اپای افسون،
اون مرد کی بود؟ من از کجا دانم کی بود؟ از یک طرف پدرت، از طرف دیگر تو از من حسابات میپرسی. اسون جانم مهمانان رفته ایستادن، بیا بیرون رویم. مایلش حاضر میروم. آقای یاسین، چشممون به راحت چار شد. از من چی میخواید؟ با این طرف سلام اکای قهرمان بچه آوردیم. خوش آمدن، سلامت باشید. خوش آمدن، سلامت باشید. شرف بیا ما هم رویم اکنون. با کجا؟ با خونه؟ ما در این مهمانخانه یک حجره را بند کردیم، فراموش کردی؟ وای عذر زیاد میخواهم. چه خیلی من این رو فراموش کرده موندم. بله برای اون بدمست شده دخترم ناراحت شد و همه ما رو خواطر کرد. دخترم رفته استراحت کن. شرف همسرت رو بر پسرم با اتاق خوابش بر. مایلش مادر، ماشین را آهسته ران. بیا دختر. شب خوش. شب خوش. روید. یک دقیقه گوش میکنم. ماشینم رو آماده نمایید. خوب شده است. مرحمت خانم نباید.